هر کوه وطن سری بلندی توی ماست، هر سنگ وطن بسان هیکل زیباست. عالم همه جا عزیز لیکن ما را مادر یک تاست، تاجیکستان یک تاست. لایق شیرعلی، شاعر خلقی تاجیکستان، وجود منورش وقتی اومد به گلستان وجود نتوانست به طور باید و شاید گلها را و دلها را و قندیلها را و محفلها را آفتابی بنماید. او همان گونه آمد به زمان که میتوانست حضور مبارکش به زندگی خواننده‌اش رنگ و رنگ معنی بفزاید و اما مرگ فرصت را گرفت. همگی 59 سال، یعنی از سال 1941 تا سال 2000 عرض هستی داشت در این گلستان و اما این آمدن و این رفتن در همین یک مهلت کوتاه اوقدر پرمحتوا، اوقدر تاثیرگذار بود در فضای فرهنگ و ادب زندگی و زمان که هنوز هم و حتی برای فرداها نیز ستودنی. اینک بفرمایید لایق مانده در یادها. استاد لایق شیرعلی در آخر سالهای 50 سده 20 و اول سالهای 60 به شعر معاصر تاجیک وارد شد. اولین مجموعه لایق شیرعلی سری سبز نام داشت و این مجموعه در شعر معاصر تاجیک بعد از نشرش یک هنگامه به وجود آورد، زیرا الک شعرهایی که در این مجموعه چاپ شده بودند در بین خوانندگان مشهور بودند و آنها را می‌دانست. وقتی که درباره لایق فکر می‌کنیم باید با یک ادبیات علاوه با همچون یک ادبیات باید مناسبت کنیم، زیرا که لایق این همه تمام معیار و تمام برد و باخت ادبیات هزار ساله و ادب دوره شوروی ما را در اجازه خود گنجانید و کدام موضوعی که ما میخواهیم که در ادبیات هزار ساله شکل پره و شکل درستش را جستجو کنیم در لایق پیدا کردن میتوانیم. استاد لایق فرزند دوره تحول است، یعنی ما از یک نظام به نظام دیگر گذشتیم و یک ارزش‌های دیگر را جایگزین شد و در همین دوره استاد لایق را ما تشبیه می‌کنیم یا مقایسه می‌کنیم با استاد عینی، با استاد رودکی، با استاد فردوسی که اینها همشون فرزندهای زمان تحولند که از یک نظام به نظام دیگر گذشتند و در همین پروسس تحول نظام‌های سیاسی و اجتماعی یک شاعر کی هست چطور همین واقعیت ها را در ایجادات خودش انعکاس میکند. وجود لایق یا حضور لایق در ادبیات ما یک تبدلات و تحولات و دیگرگونی داخل کرده است که از همه زیاد شاید در ادبیات معاصر ما در مورد استاد لایق تحقیق انجام شده باشد. خوشبختانه این به شرافت همان است که تأثیرش، نفوذش، شعرش و همه قشرها و صنفها و طبقه های اهالی ما نفوذ داشته است یا هر کس در اون چهره خودش شناخته است که معقول شده است و چیزی حتی گفته است، خواه در رادیو، خواه در تلویزیون، خواه به واسطه مطبوعات، خواه به واسطه کتاب‌های مفصل و مدلل کلان علمی و تحقیقات‌های دیسرتاسیونی هم در این مورد صورت گرفته است. در تحقیقات‌های بنیادی که من در شعر تاجیک کردم، از جمله در کتاب شعر و زمان و انواع شعر غنایی، باب‌های مخصوص به
ایجادیات به تحلیل و تدقیق ایجادیات لایق شیرعلی جدا کرده شده است. در اون مقاله ها جریان عمومی شعر معاصر تاجیک در سده 20 تحلیل کرده می شود و از بس که لایق یکی از چهره‌های درخشانترین این شعر بود، نمی توانست که هیچ تحقیقات به تحلیل آثار لایق شیرعلی صورت گیرد. این ملت نازپرور شعر و سخن است که هر کس قبولم نمیکنه. هر کس در جه و مقام خودش میشنوند، نخواهد اگر تبسم کند و گذشته میرود. برای همین وقتی که امروز لایق با ما نیست، ما میگیم لایق، هیچ کس حیران نشود. لایق شاعری هست که ملت خودش انتخاب کرد، خودش دوست داشت و خودش زبانش در زبان این شاعر قشلاقی گذاشت. در میان کوه ساران سخت جانم زاده‌اند، در ره کوهسار بهر امتحانم زاده‌اند. والدین بینشانم چون نشانم زاده‌اند، در دیار کم زمین بیکرانم زاده‌اند. با دعای موسفیدان خدا ترس و بهار، بی سواد اما سواد آموز صد آموزگار، با شفاعت‌های کمپرهای نیم جان جان نثار، بهر حاضر بهر فردای زمانم زادم. من از انسان بی سوادان سوختن آموختم، از صفای سوره قرآن سخن آموختم، از کتاب زیر بالینم وطن آموختم، در دیاری بیت و شعر و داستانم زادم. در میان کوهساران کوهسانم زادم، با غرور قله ها هم آشیانم زادم، در کنار چشمه بحر دمانم زادم، در ده خردی برای صد جهانم زادم. لایق شیرعلی به شعر تاجیک بسیار مجهز آمد و توشش ره به ره باز هم پربارتر می شد. به قول فرزانه پشتوانه قوی شاعر کتب مقدس و اولتر از همه کلام شریف، ادبیات کلاسیکی، خاصه اشعار عرفانی و فرهنگ و لغات پیشین بود. استاد لایق از آثار دیگر بزرگان جهان نیز فراوان بهره برده بود و از بهترین بازیاب‌های شعر معاصر ایران و افغانستان نیز به کاملی آگاهی داشت. بنابر وقت در سن 22 سالگی با گرفتن فتوای عزیزان 1000 ساله نخستین شعرش را چون رسالت نامه شاعری به امروزیان بازنمود، آن زمان بر قالب بیروان غزل جان رمیده را باز آورد. با نخستین ترانه‌هایش مجرای شعر معاصر را به سمت راستین گردش داد. از مکتب انسانی و شاعری استاد ترسانزاده که سبق گرفته بود، با حرف زمینی گفتن، با انسان را در شعر حضور زنده دادن، از پی مرشدش استاد مومن قناعت بسان جوان دلاور نوارزو پیک راستان بود که از رفته ها و آینده ها خط اعجاز می آورد. لایق که بسیار میخواند، خیال میکنم که بعد استاد مومن قناعت دومین شاعری بود که تا لحظه آخرین عمرش از آموختن نماند. می آموزاند و می آموخت. انستیتوت دستخطا نزد خانه ما بود. لایق همونجا می آمد دستخطای گرفته می آموخت. وقتی که مولانا رو علاقه همش خوانده بود، مثنوی معنوی و دیوان کبیره، ما خبر نداشتیم چون که دستخط می آموخت. از لایق تاثیر بسیار گرفتن بچه‌های بعد لایق. ریزکارهایی که در شعر هست، مثلا یک هجا زیاد، یک هجا کم، عروض خراب، قافیه خراب، این کاره استاد مومن قناعت به من یاد داده. دست من در شاعر راست کردگی استاد مومن قناعت است. اما استادی واقعا معنوی ما در محیط ادبی سالهای 60
تا وفاتشان استاد ترسزاده بودن و بعد استاد باقر رحیم‌زاده بودن. لایق الکی معروف بود. من اومدم دانشجو شدم. بازار در سفر خدمتی بود. بازار حالی یگان 10 سال بعد ما آمد، میدونید بازار آمد و با شعر زبان تاجیکی تمام خواننده های تاجیک و فارسی زبان تسخیر کرد. ما هممون وطن پروری و وطن دوستی و وطن خواهی و وطن سازی را از استاد ترسزاده آموختیم و ملت ما که از بس که ملت بسیار قدیمه و شعر دوست و شاعر پرور و شعرخوان است خودش انتخاب میکند. ما استاد قناعت جاش الهیده است، اونا با ما همراه کردن در کار نه، ما شاگردای استاد قناعت هستیم. من گفتم که اگر استاد مومن قناعت نمی بودن و مکتب نوی استاد مومن قناعت نمی بود، نه لایق بود نه بازار نه من. یک چند جوان شوخ و سرکش باشیم، سودا زده عشق پری وش باشیم. گویند که مشت خاک ماند ذاتش، تا خاک شویم باید آتش باشیم. من گفتم که اگر استاد مومن قناعت نمی بودن و مکتب نوی استاد مومن قناعت نمی بود، نه لایق بود نه بازار نه من. نسل ما مدیونی یا قرضداری خدمت‌های استاد ترسزاده رحیم‌زاده و مومن قناعت و عبید رجب و طالس اینها هستند. این یک گروهی بودن که حتی به ناحیه‌ها می‌رفتن که یگان استعداد پیدا کنیم. استاد رحیم‌زاده ناحیه به ناحیه می‌رفتن که یگان بچه شوق ذوق شاعری داشتگی خودشون هم بودن که یک شراره داشته باشد، بس شراره و دیگه شب ما خود ما دست راست میکنیم و در جاده ادبیات وارد میکنیم. اینطور میگفتن. اون وقت در محیط ادبی ما کتاب یکم محاکمه میشد، کتاب دوم هم کتاب سوم هم صحبت‌های سخت هم نکردن. محاکمه حقیقتا مردانه بود و خالصانه. به کنج صندلی بنشسته شبها مادری پیرم، تو شاید جامعه دامادی میدوزی به صد نیت، که روزی توی دیده در قد من بشکنی ارمان، ببینی تا به رنگ نو به حسن نو جوانیت، با آن دستان لرزان شرفمندت بمیرم من. این شعر هنگامی که در مجله صدای شرق چاپ شده بود از نظر استاد میرزا ترسزاده پنهان نماند و ایشان این شعر را خوانده پیشنهاد کرده بودند که استاد لایق، البته اون وقت استاد نبودن، لایق شعر با عضویت اتفاق نویسندگان پذیرفته شود، هرچند کتاب اشعار لایق شعر حالی چاپ نشده بود و خود ایشان در خدمت حربی بودند. اولین کتابی که از لایق شعر چاپ شده بود این ترجمه صوت‌های فارسی سرگی سینیم بود و بعد از 1 سال آن کتاب سرسبز لایق شعر به نشر رسید و از بس که اون شعر بسیار هم به همه خوانندگان پسند آمده بود و همچنین خب درک میداد که یک شاعر بسیار صاحب استعداد به شعر معاصر وارد شد، به هیچ گفتگوی لایق را به عضویت اتفاق نویسندگان تاجیکستان پذیرفتند. 4 جریان مهم است. یکم عنعنه‌گرایی یا اینکه سنت‌گرایی، دوم مدرنیستی، سوم پس مدرنیستی، چهارم نیومدرنیسم. یعنی در همین 4 مرحله که ما ذکر کردیم این مرحله ها با خصوصیت های خودشان شخصیت های گوناگون رو به وجود آوردن. اگر که دوره عنعنه‌گرایی گیریم، دوره استاد احمد دانش که سنت های فکری ادبی ما که وجود داشتن از دوره خود رودکی شروع کنیم تا استاد احمد دانش، همون سنت هایی که مثلا شعر ما از ریالیزمی ابیکتیوی مثلا از استاد رودکی که ریالیزم بود اومد به یک متافیزیکا، به یک تفکر عرفانی، به یک تفکری که مثلا گل اگر که برای استاد رودکی همین گل طبیعی باشد، اما گل در آثار عرفانی این انعکاس زیبایی تجلی نور خدا در طبیعت است. یعنی ببینید چه خیل مثلا معنی ها تغییر یافتند و همین معنی ها ما اگر ببینیم در استاد عینی جنبه اجتماعی کسب کردن. یعنی
همون معنی هایی که انانگرایی بود، مثلا چرا مرش حریت استاد عینی گفت؟ به خاطر چی؟ به خاطر اونکه یعنی شعر از همون متافیزیکا آورد به زمین، به حادثه های طبیعی، به روندهای اجتماعی، تحولات های اجتماعی در شعر استاد عینی انعکاس یافت. اما وقتی که به استاد لایق میبیاد، خوب البته اینجا ما استاد لایق که میگیم اینجا در نظر داریم جنبه مدرنیزمی تفکر معنوی ملت ما رو هست که تفکر معنوی ملت ما در همین دوره چرا انعکاس کرد که با کدام ویژگی همون تحولات در خودش انعکاس کرد، نشان داد. مخصوصا استاد لایق به واسطه همون سنت هایی که استاد عینی احیا کرده بود، ما باید برگردیم به فرهنگ مردم و فرهنگ مردم در شعر خودمون انعکاس کنیم و برگردیم به معنویاتی که چطور ما خود انسان ها را اجتماعی سازیم. تفکر مثلا عنعنوی سنتگرایی ما یک تفکر اریستوکراتی است، خاص است، برای یک گروه مردم خاص است. لیکن تفکر مدرنیستی باید تفکر مردمی باشد که ما از مردم گیریم، معنی به مردم دیم و ارزش نو به وجود بیاریم در جامعه، در فرهنگ و تحولاتی بله اندیشه مردم تغییر یابد. از اون تفکر منجمد یک بوده ما رسیم به تفکر پلورالیستی، یعنی به تفکر گوناگون اندیشی که در این دوره مثلا از استاد قناعت شروع کنیم. از استاد قناعت که تفکر پلورالیستی یا گوناگون اندیشی در شعر معاصر تاجیک شکل گرفت، آمد مثلا با استاد بازار، بعد آمد نقطه تحول دیگرش استاد لایق، خوب بعداً گل رخسار و امروز مثلا دیگر شاعرایی که امروز وجود دارند در همین ها همین سنت انعکاس یافت، همین سنت ادامه یافت. لایق در برابر اون شاعرانی که خب نیمه دوم سده 20 به ادبیات وارد شدند و در روسیه آنها را ششتیدیساتنیکی میگفتند. اینها یوگنی یفتشنکو، اندری وازنسینسکی، بیلا احمدولینا، رابرت راژستوینسکی بودند که نهایت شهرت بزرگ در شوروی داشتند. همین گونه شاعران در ایران و افغانستان هم بودند، مثل نادرپور، سهراب سپهری و غیره و غیره ها. مثلا واصفی باختری در افغانستان. عموما نیمه دوم سده 20 نه تنها در تاجیکستان، یعنی یک قسمت شوروی که یک فضای آزادتر سیاسی به وجود آمده بود، بلکه در این کشورها هم برای رشد و نمو شعر بسیار هم مدد کرد، مساعد آمد. همون تغییراتی که در ساخت در اجتماع شوروی در سالهای 60 آمد، همین تحولات را به وجود آورد. وگرنه بسیار شاعرای پر استعداد و استعدادمندتری داشتیم ما در زمانی که استاد لایق به وجود آمد، ولی زمانی مساعد فراهم آمد که برای گفتن همه دردهای نهفته، همه دردهایی که جمع شده بود، گره شده بود، اینها یک زبانی شدند که همونا از زبان ملت ما گفتند. و این به بخت ملت ما هم استاد لایق هم همصفان ایشان که بودند در این دوره، استاد بازار و استاد گل رخسار، اینا بسیار جرأت ادبی داشتند و این یگانه برتری اینها بود که از شاعران همصفشان بسیار با جرأت در موردی گذشته پر افتخار و گذشته ملت ما و همه اون افتخاراتی که ما داشتیم که در موردش سخن گفتن یا در موردش نمیتوانستیم در هر لحظه که خواهیم بگوییم گفته شد. لایق در ادبیات گفتم که بعد انقلابی ما شخصیت می باشد که ادبیات ما را به همون ارزش های بلندی ادبی خود برگرداند. لایق به همون گروهی همقلمان است که سال 60 قدم نهادند، همین ادبیات ما رو به جایگاه خود برگردانید. با زارو رخسار، ممی قناعت، این گونه شاعرها بسیار هستند. حق نظر غایب،
اینو برگردانست و با همون عرش اعلای خود گذاشت و بیهوده نیست که اگر با ادبیات 70 ساله ما نظر کنید با خواننده ما همه بسیار همین نسل نزدیک است. چرا لایق را به این درجه به محبوبیت و معروفیت رساند در بین خوانندگان تاجیک و همچنین فارسی زبان که در کشورهای همسایه و در روی جهان هستند؟ ببینید اولین چیزی که به خاطر می رسد این البته محتوا، مندرجه، مضمون اشعار استاد لایق است و من می توانم به مبالغه و مباهات گویم که لایق شیرایل در قرن 20 یعنی مخصوصا در نیمه دوم قرن 20 شاعری بود که زندگی را با همه گوناگون پهلویی‌هایش به شعر وارد کرد. بنابراین در نتیجه انسان که خب هر روز با گوناگونترین حادثه های زندگی سر و کار میگیرد، خب شعر لایق را در همه حالت میخواند و در همه حالت با خودش هم نفس میبیند. شعر بچگی لایق بهترین شعر است در ادبیات ما، در ادبیات قرن 20 و 21. وقتی که تابستان زندیات پولا تالیس خواندم، من فکر کردم که شعر لایق هم برابر همین یک قصه پولا تالیس درباره بچگی قشلاق در یک پایه هستند. از بس وزن دارد و قافیه دارد و حزن دارد، با ممکن که بشروان باشد. لایق میگوید که بچگی هم به کس و تنها گذشت، با درو با خوشچینی ها گذشت، دامنش از خوشپور از راهی عمر ما گذشت. نگاه کنید، یک رمان. بچگیم به کس و تنها گذشت، با درو با خوشچینی ها گذشت، دامنش از خوشپور از دامن صحرا گذشت. در سر سنگی همه روز انتظار، ترنه ها را می شمردم هر بهار، بچگیم با قطاری ترنه ها یک جا گذشت. شست می انداختم بر رود مست، تا بیفتد ماهی طلا بشست. شست می انداختم بر رود مست، تا بیفتد ماهی طلا بشست. بچگیم با امیدی ماهی طلا گذشت، ماهی طلا گذشت. چیزی که در استاد لایق به نظر می رسد و شعر او را بسیار هم محبوب کرد، از سنت های بسیار هم خوبی ادبیات کلاسیکی ما، شعر کلاسیکی ما استفاده کرد و لایق کسی بود که شعر کلاسیکی ما را نسبت به همه شاید بیشتر میخواند و میدانست. بنابر همین در پیروی و همچنین هم انکشاف دادن اون سنت هایی که پیشین موجود بود خدمتی باسزا کرد. بنابر همین هم مخصوصا غزلیاتش، دو بیتی هایش، رباعی هایش، فردهایش بسیار هم عالی گفته شدند. وقتی که رباعیات میشد و رباعیاتش رو میگذار جام خیام، برای چی؟ برای که همین ژانر رباعی را از خیام بالاتر کسی نگفته است و پیروی به همان کرده جام خیام نام گذاشت. بسیار نام زیبا و همه عقیده های فلسفی و ادبی و عشقی و لیریکی همش در همین رباعی ها گنجانید. یک وقتی که دو بیتی میشد و ریزه‌باران نام میماند، با خاطر که در این مورد خود استاد لایق دائم تاکید میکنه که من تکیه به مردم کردم، به شعر مردم کردم و در یاد دارم که یک وقت در یک صحبت تلویزیونی یک رباعی مردم گفتن که من اهمی شعر بالاتر نوشته پیدا نکردم که سری کوهی بلند من باشم و تو، عقیق و آسمان من باشم و تو، همان روزی که بر خاکم گذارن میان یک کفن من باشم و تو. گفتن این دو مصرع آخرش ما رو میگه چندین هفته ها در تاثیر خود گذاشت. یعنی معلوم میشه که استاد لایق در گفتن دو بیتی تکیه به ایجاد خلق میکنه. دیگه استاد لایق نه فقط دو بیتی بلکه بیت ها میگن. یعنی یک سبب اون که استاد لایق بسیار به مردم محبوب است برای اینکه همون فرهنگ مردم به خود مردم با زبان بسیار
خوب و زیبا برگردانیم. این از خدمت لایق. هم جسارت ادبی و هم خودآگاهی ملی و هم ترجیح دادن سنت‌های ملی بر بیگانه که امروز ما با آنها خیلی نیاز زیاد داریم و خوشبختانه همین در شعر، در گفتار، در اکثرا به زبان شعر بیان شده است در همین آثار استاد لایق که ما همه از این آشنا هستیم، به گفته ها، به نوشته ها، به شعرش. نبض زندگی امروزه ما رو در وجودش اون همون درد بود میگذران. چون که این دردی که وجود دارد، این درد مثلا درد فیزیکی نیست بلکه درد معنوی بشریت است که انسان تا چه اندازه از معنویات میتواند زندگی خودش سازد، با معنویات زندگی خودش سازد. لایق دایره آموزشی بسیار هم وسیع داشت و حتی از همون ترجمه هایش هم معلوم است که مثلا از کیها از بهترین شاعران سده 20 ترجمه کرده است و همچنین از شاعرانی گذشته والت ویتمن، ادواردس میژلایتیس، خب رسول حمزاتوف، یوگنی یفتوشنکو و شاعران بسیار دیگر، هوته، هوگو و شاعران جهانی. بنابراین ببینید لایق شاعری بود که در یک مدتی کوتاه به کمال رسید. وقتی که ما خب اولین شعرهای لایق میبینیم در مجله ها و میبینیم که بعد از 5 یا 10 سال به چه درجه رسیده است، من در حیرت میمانم و تصور میکنم که تا چه اندازه این جوان اون سالها کار کرده است، شبانه روز کار کرده است، وگرنه در یک مدت کوتاه از اون شعرهای بسیار هم ساده به اون درجه بلند اجازیات رسیدن امکان نداشت. یعنی لایق همیشه زحمت کشیده است در برابر استعدادی که داشته است. استاد لایق در کل اشعارش و بیشتر در غزلیاتش واژه ها را بسیار زحمت میداد و چندان که میخواست پهلو میگردان تا بیشهای رنگ رنگ میبخشید. شاعر در یک وقت هم در سر معنی و محتوا، هم در زبان و واژه‌بندی، هم در شکل و ژانر در شعر تاجیک تجربه های بی سابقه کامگارانه کرد. به حق است که گفتند جان سخن عشق است و لایق شعرعلی با عشق و صمیمیت آدم ربا که از رایحه دامن مادر، از هر قطره آب چشمه نیتو و از هر پاره سنگ کوه چلمهراب زادگاهش پنجکنت باستانی وطن آغاز یافته بود، آنچنان گسترده شد که تمام تاجیکستان، ایران، افغانستان و اروپا و افریقا و همه جا را فرا گرفت. همین عشق او را محبوبیت جاویدانه داد. همین عشق معصومیت و صفای روح یک نوجوان کوهستانی را که در غزل و دوبیتی و رباعی ها در کل ایجادیاتش پیوسته احساس می شد، چون بوی مشک به نزدیک و دور پراکند. تمام اشعار شاعر را تپیش سبز زندگی بخشید، چرا که سرخط این اشعار، ابتدای این اشعار دست دعای مادر بود. توی فرزندان خود نادیده رفتی مادرم، دانه برچاش را ناچیده رفتی مادرم، پیش پیش دسته کیلینبران مشعل به دست، شادمان پیرانه نارقصیده رفتی مادرم. نام میماندی به نیت بر همه نوزادها، رخت می آراستی در توی نودامادها، تاج طلای عروسان را تو می بستی مدام، عطر می آمیختی بر نکهت گلبادها. با گل و گلدسته مکتب خانه می بردی مرا، بر جهان قصه و افسانه می بردی مرا. بعد مکتب
تا دل شب با زبان شکرین بر جهان قصه و افسانه می بود برای. این شعر باید که دخترها میگفتن، اما این شعر پسر گفت. من واقعا مناسبت همین لایق نسبت احترامش همچون صحابه مادرش دوست می داشت، همچون صحابه. و قصه هایی که درباره بچگیش برای من نقل کرد من بیگریه نمیتونم در یاد بیارم. تو دیگر به پیشوازم دمی در نمی برایی و دیگر به شیوهی خود بری من نمی سرایی. پسری عزیزم آمد پسری غزل نویسم، پسری عزیزم آمد پسری عزیزم آمد. در ادبیات تاجیک شعرهای بسیاری در وصف مادر گفته شده بودند، اما اون شعرها همه‌شان زندگی واقعی مادر تاجیک را نشان نمیدادند. تنها خوب تشکر میکردن از مادر، خوب احترام میکردن و مانند این. اما این شعر یک شعری طولانی است، تقریبا 40-50 سطر و در همه این مصرع‌ها جز به جز خب زندگی مادر تاجیک کوهستان به تصویر آمده بود که در شعر معاصر اون زمان یک حرف تماما نو بود. وارد شدن جزئیات زندگی مادر این شعر را در خب ادبیات معاصر تاجیک تماما یک چیز تازه نشان داد. در برابر همین دمیدن روح نو یعنی و تحولات دیگرگونی، قسمت دیگری ایجادکاری استاد رو در انواع شعر ایشان دیدم. انواع شعر همونطور که میدانیم در گذشته ما انواع شعر زیاد داشتیم، ولی انواع شعرهایی که از ادبیات خارجه، از ادبیات روسی وارد شدند چنان به ما مثل شعرهای تاجیکی قبول شدند و ما اون انواع شعری را بسیار اکثرا بسیار پذیرفتند و این در خدمت دیگری استاد در آن است که تمام انواع شعری سنتی ما را برای زمان ما موافق ساختند. مثلا بیشتری غزل ها و داستان و مثنوی رباعی و دو بیته که بودیم همه در راه رمانتیکی بودن، تخیلی بودن، معشوقه و همه، لیکن در شعر اینا همه چیز واقعی ریالی که ما میبینیم میشناسیم همونا رو و قبول میکنیم و این خیلی خوب است. ای اصل دیوان غزل شاد آمدی شاد آمدی، نقدی دل و جان در بغل شاد آمدی شاد آمدی. بنیاد غمها سوخته جان مرا افروخته، بر قصد صد مکر و حیل شاد آمدی شاد آمدی. اندر لبان غنچسان پیکی ز عمر جاویدان، بر قصد مرگ بی محل شاد آمدی شاد آمدی. با من دمی دوران بران، با من بگو با من بخوان، ای ارمغانی از ازل شاد آمدی شاد آمدی. زبان شعر استاد لایق تازه و ناب است. او الفبای نیاگان را نیک آموخته بود. آنچنان فرهنگ های محتشم قدیم و جدید را فرا گرفته بود که خودش نیز در چشم معاصران چون قاموسی بزرگی زبان تاجیکی با عظمت می نمود. استاد لایق که با جهانشناسی مشخص خود قطعه کشای را می ماند، در نشأت و نزهت زبان ادبی امروز نیز پیشکار بود. او از استفاده فراوان کلمات غیر تاجیکی و بیگانه اصل پرهیزگاری می نمود و با احتیاط کلمات قدیم تاجیکی را زنده می ساخت. بنابر غزل لایق غزل مخصوصی اوست که از غزلیات شعرای دیگر متفاوت است.
دو بیتی و ربایی، قطعه و چهار پاره و شعر سفید او نیز همچنینند. زبان سخن جان ملت ما است. همین زبان بود، این سخن بود که ما را در طول نمیدونم 5000 سال زنده نگاه داشت. یا همه چیز باید دادیم در شعر بازار از زبان وطن. فقط زبان ماند. فقط تاجیکای ماورالنهر و ایران، یعنی کلا مردم فارس زبان زبانش نگاه داشت و خصوصا خدمت سامانه در همینجا است که اول قرآن و فارسی ترجمه کردن. بلعمی وزیر بزرگی اسماعیل سامانی قرآن به فارسی ترجمه و فارسی نماز خواندن و قتیبه ابن مسلم در مسجد جامع و بخارا نماینده گذاشت و گفت که به هر کدام بخاره 2 درم میته یا 3 درم که به عربی خوره. بخاره 2 درم میگرفتن و میدرم به فارسی نماز بخوندن. این هم مردانگی است. مسئله زبان هم در لایق بسیار اهمیت بزرگ دارد. مثلا و قبول نداشت اون کسی که زبان مادری به خیانت میکند. من گفته بود که زهر باد شیر مادر بر کسی کو زبان مادری اون کرد. یعنی به قبول نداشت شخصی که ارزش های ملی خدا برکنار میکند. در همه کارهایی که ما با هم کردیم، من همچون رئیس بنیاد فرهنگ تاجیکستان، لایق همچون رئیس بنیاد زبان تاجیک، ما همراه بودیم و من خیال میکنیم که ما از راه شعر، از راه سخن و ملت قدیمه و بزرگوار خود یک بار دیگر خاطر رسان کردیم که کیان اینا کیان. در سالهای 70 این موضوع رو در قسمت عینی، در قسمت کتاب تاجیکان، در قسمت خود کلمه واژه تاجیکستان ترغیب میکند. مثلا استاد عینی میگه که زلوه گورها از مرمر سرد مزارستان، زی خاک مردگان زنده تر از زنده درگوران، زلوه هر کتابه نقش ناخون در تن زندان، تو ما را کافتی استاد، تو ما را یافتی استاد. ببینید چگونه خدمت استاد عینی نشان داده. در آخر میگه که تو ما را زنده گرداندی، به ما را شناساندی. زبان شعر لایق این زبانی از سعدی تا جلالی رومی است. معنیش چی است؟ همین دوره هست که شعر ما اونقدر با عربی و با ترکی در شعر عنصرهای عربی و ترکی راه نهفته بودند. زبانی به همه فهمو بود. حقیقتا لایق زبانی همین شیرینی سعدی و جلالی رومی دارد. ببینید همون اید آمد یاره که روی آمد، عیناً همین روانی در شعر لایق هم هست. تا تو به دادم میرسی آهم به کیوان میرسد. بر خیره خیام گذر کردم باز، بر چهره ایام نظر کردم باز. دیدم که جهان شکسته تر از دوش است، پرهیز شکسته باد سر کردم باز. پیش از شاعر قسمت از سرنوشتش تولد می شود. میگن که یک انسان آفریدگار از یک ما در 100 سال یک تمام ساخته است. ذاتی من 100 سال از من بساخت تا من مشکل چنین آسان برم. لایق ما را 100 سال نه 1000 سال ساختن که امروز بیاید و سخن دور زمان خودش رو گوید. صفت های در لایق به من همچون دوست معقول بود. اول اینکه نفس اماره نداشت، پول جمع نمی کرد. میدونی غروری که لایق داشت اگر من در هیچ کس ندیدم، ممکن کمتر که در خودم باشد. میدونید اگر گپش گفتنی میشد، اگر تیرش میزدن، اگر گپش میگفت، گپی بیجا نمیزد، گپی الکی نمیزد، یکی گپش میگفت. همیشه راستگو، راست قول، راست رو بود. تعریف و خوشامد ناجا را دوست نمیداشت. اگر کسی را وصف کرده باشد از تحت دل وصف کرده است، دوست داشته است. لایق حسود نبود. اگر لایق حسود میبود یک ذره با دوست داشت اصل لایق نمیشد. با همه نغمه ناجور دلم میسوزد، با همه تینتی به نور دلم میسوزد. زی همه شی پیران تنم میلرزد.
عصاگی هر کور دلم می سوزد. عادی بودن صفت نابغگان است واقعا و همیشه نبوغ در دلق خاکساری پناه برده و استاد لایق نیست همین سا نابغه بود. به امارت ظاهر چندان توجه نداشت. در صورتش همیشه اندک پریشانی قلندرانه احساس می شد که خودش نیز اقرار بود. در ژنده در آید دم تا زنده دلان بینی. اطلس بدر اندازی هم ژنده شری با ما. چون دانه شد افکنده برست و درخت شد تا رمزی چنین یابی افکنده شری با ما. و اما استاد لایق خوب میدانست که با همین سر و صورت از قبل تحریر نیافته هم هر سطر ایجادش، هر صفحه کتابش تمثال بمانند زیبایی است که قریب همگی را تسخیر کرده و اینک قریب 13 ساله می شود که همین وجود به ظاهر ساده و آزاده و پر از آزاده آهنگی رفت به سوی بیسوی و ماند در یادها. و دیگر غزل اوست، دو بیتی و رباعی، قطعه و 4 پاره و شعر سفیدش هست که محبت شاعر را به فرداها میبرد. خوشترین ترانه دل منی، تو عمر شاعرانه دل منی. تویی که برق میزند جوانیم، تو نور آشیانه دل منی. تویی که غرق گل شدم در عاشقی، تو باغ پرجوانه دل منی. تویی که زیر آسمان ستاده‌ام، تو شه ستون خانه دل منی. تویی که ناز میکنم به زندگی، تویی که نازدانه دل منی. تویی که زیر آسمان ستاده‌ام، زمینه زمانه دل منی. تویی که شیر می تراود از دلم، یگانه دل منی. امید جاودانیم اگرچه نیست، امید جاودانه دل منی. فسانه های عشق من تمام شد، تو آخرین فسانه دل منی. شما گمان میکنید قصیده نداشته باشیم ما امروز؟ کی می‌سراید قصیده؟ آخرین قصیده استاد عینی و لاهوتی گفتن قصیده کریمله، ولی استاد لایق 2 مراتبه از شعرشون قصیده میلیون دارن و قصیده سپیده دارن، ولی اینها قصیده اگرچه به شکل شعری قصیده نیستن، ولی بعدا در شکل این قصیده همون شعری مشهوری آید همه را که قصیده مشهور رودکی بود بسیار یک جواب مفصل و مکمل در 37 بیت گفتن که قصیده کامل است. مثلا وقتی که جنگ شهروندی میشه همینجور باید من قید کنم که اولین قدم اشار استاد لایق اولین شعری که در باره صلح تاجیکان گفت، من اگر خطا نکنم از این بالا یکم کس هم صلح تاجیک اهمیتش رو میگه رحم پروردگار ما آمد، نور حق بر دیار ما آمد. جنگ بنیاد سوز ما بگذشت، صلح بنیاد کار ما آمد. در کدام دوره نباشد کسی این شعر خون میفهمد چقدر صلح ما صلح اهمیتش از جهت سیاسی، از جهت حتی فرهنگ چقدر بلند است. من انمی شعر یعنی پیام بلندترین نست که انمی صلح ترغیب میکنم. آثار لایق حتی در زمان زندگی خودش الکی دامن پهن کرده بود، نه تنها در تاجیکستان بلکه در کشورهای همسایه هم. وقتی من در سفرها بودم هم در ایران هم در افغانستان از زبان مخلصان شعر بیت‌های لایق را میشنیدم. انواعی که زنده کردن رباعی بود، 2 بیتی بود. ما کم 2 بیتی سرا داشتیم، مردمی داریم، ولی با حضور استاد لایق این ژانر هم بسیار ژانر کتابی شد و
به ادبیات وارد شد و اینقدر پهن شد که با مردم در آمیخت و یک جا شده. امروز همه میدانند که این دو بیتی ها مال هم مردم هستند هم استاد لایق هستند که در همه جا می‌سرایند. قریب که همه در ورد زبان همه هست و قریب که مالی همه شده است. منو دریا تو همراه مدو تنها منو دریا یک سرچشمه می آیم یک سرچشمه تویی و پایین ها از اون بالا منو دریا من از وی شور میگیرم و از من شیر میگیرم تو پر شورم و پر غوغا منو دریا از مجموعه سرسبز سر کرده تا فریاد به فریاد رس که در این میانه باز مجموعه های الهام، نوشباد، ساحل ها، خاک وطن، ریزه باران، مردی راه، دست دعای مادر، خانه چشم، روزی سفید، خانه دل و آفتاب باران نیز هست. اندر پس یک دیگر شاعر خواننده را شعر باران کرده و به مبالغه هر یک کتاب در ادبیات معاصر ملت بازیافته بود و در قلمرو زبان فارسی از طرف مردم به خوشی پذیرفته گردید. لایق واقعا کسی است که شعر معاصر تاجیکی را به اصالت ازلیش برگردانید. در این راه کوشش های ناتمام استادان صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی، پیرو سلیمانی، حبیب یوسفی و میرزا ترسانزاده را تمامی بخشید. میان شعر کنونی و آثار ماندگار رودکی و فردوسی، خیام و حافظ، سعدی و مولوی، صایب و کلیم کاشانی و عبدالقادر بدیل پول ایجاد کرد، میانجی شد. لایق نخستین فرد است از میان شاعران امروز که جوهر شعر پیشینیان را برای معاصرانش کشف نمود. سنت‌های ادبی آنها را از نو زنده گردانید با پیروی‌هایش، با الهام گرفتن و با آفریدن جام خیام، الهام از شاهنامه، دفتر غزلیات، ریزه باران، با زبان تاجیکی شیردارش، با هنر رسای معنی آفرینی و تصویرگراییش، لایق شیرعلی در واقع توانست که شعرهای گفته و نگفته ملتش را به تعبیر خودش باز گویاتر، باز براتر، باز گراتر و باز اعلاتر بگوید. مولوی گفته است و در این روزگار ما بسیار به درد جامعه ما میخورد، این است که یاران زی هم جدایی نکنید، در سر هوس گریز پایین نکنید، چون جمله یکید دو هوایی نکنید، فرمود خدا که بی‌وفایی نکنید. یعنی وحدت ما را از همه وقت مولانا آرزو کرده است و تا امروز هم این ربایی واقعا به درد ما میخورد. شعر استاد لایق جز شعر خواننده هوشمند همزمان بهترین فرهنگنامه نیز هست. شعر لایق شعر است که روح ما رو تشخیص میکند، روشنایی میبخشد تا ما به معرفت اشعار نیاگانمان دیده و دانسته هوشمندانه و شایسته برسیم. مثل که بار تمام آفاق، بار زمین و زمان، بار افراد و بشر دشوار لایق بود و شعر تهمتنش این همه را می برداشت که واقعا این کاری آسان نیست و هنری هر کس هم نیست. و با همین شکوه و عظمت مثل یک دریای رحمت، مثل یک کوه پابرجا، مثل یک
حماسه عشق میهن در ذهن ما لایق بزرگ و فناناپذیر گشت و دیگر که رفت همزمان در یادها نقش بست و شد لایق مانده در یادها که همیشه سبز، سیراب، مستی تپیش و تازه جوان. دوستان وقتی گل خار مرا یاد کنید، چون گل سنگ ز کوهسار مرا یاد کنید. گر بخواهید که من خفته نباشم در خاک، با دل و دیده بیدار مرا یاد. غم و شادی جهان در دل من خاک شده، سر هر شادی و تیمار مرا یاد. هرگهی جام به کف مست و گران جان خانی، شعر خیام به تکرار مرا یاد. من همانم که شما دیده و کف کوفته اید، با همان ننگ و همان آه مرا یاد. سلام ای رفتنت تشریف دیگر، سلام اردیبهشتی تازه و تر، سلام ای لایق امروز و فردا، سلام ای شاعری خورشید و دریا، سلام ای محتوای عشق و هستی، بمان با ساغری سرشار مستی، بمان ما را وطنداری بیاموز، سواد خویشتنداری بیاموز. تو ای شیر عجم باشی که باشی، علی رغم عدم باشی که باشی. سلام ای مرد راهی بیکرانه، سلام ای جاویدانه جاویدانه.